با همین خط شوی اکای من میبیاید خط کشان میترسد بیارد بتید 3-4 در کساش میگرد کسلا کالک آوزای مونه میدون. من دو جنگی بسیار دهشتناک، دو جنگی خانمانسوز از سر گذراندم. کسی که در زندگی مصلحت پدر و مادر نگیرد، مصلحت کسر و خوشتامن نگیرد، او در زندگی هیچ وقت کارش آمد نمیکرد، حتما پیش پا میبرد. من همراه مادرم در اون جنگ بسیار لحظه های محزون از سر گذراندم. برای مادر آنچه که من میدانم تو نمیدانی، اقلا به خاطری همین دست نهال مادرت گاه گاه این منزل این خانه را فراموش کردم. نه وقتی که پسرم به خاک سپردم بعد به قدر مادرم رسیدم.